قسمت بعدی که بچه‌ها میخوایم در مورد مبحث فشار در مایعات بررسی کنیم، در مورد لوله های یو شکل هست. لوله های یو شکل که همونطور که در تصویر میبینید بچه‌ها، لوله هایی هستن که شما باهاش میتونید بعضی از سوالات فیزیک رو چکار بکنید که مربوط به چگالی هست یا فشار هست رو مورد بررسی قرار بدید. اول که بچه شما میدونید که وقتی داخل این لوله یو شکلتون یک مایع میریزید، ارتفاع مایعتون در هر دو سمت لوله با هم دیگه برابره. شما هر چقدر اضافه بکنید بالاخره بعد از تعادل ارتفاع مایعتون در دو سمت لوله یو شکلتون با هم برابر هست. اما وقتی که میایید از یک سمت لوله‌تون یک مایعی رو اضافه میکنید، به شرط اینکه این مایعی که اضافه میکنید با مایع قبلیتون حل نشه، یعنی مخلوط نشدنی باشه، مثلا نفت و آب و مثلا روغن. خب این مایع بنفش رنگ که شما اضافه میکنید میاد چه کار میکنه بچه‌ها؟ میاد اون مایع آبی رنگتون رو از این سمت هول میده. ببینید الان من اون بنفشه رو کشیدم رو آبی دیگه، پس این مایع بنفش رنگ که اضافه میکنید مایع آبی رنگتون از این سمت هول میده و مایع آبی رنگ شما از سمت دیگر لوله چی بالا میاد. مثلا فرض کنید که میاد اینجا قرار میگیره. درسته؟ پس این مایع بنفش رنگ شما اضافه کردین، مایع آبی رنگتون رو هول داد. خب اول مایعتون اینجا قرار داشت، روی این خطی که روش ستاره گذاشتم. سطح در واقع مایعتون بود در لوله یو شکل، مایع بنفش رنگ رو اضافه کردیم، مایع آبی رنگتون رو در سمت چپ هول داد و از این سمت چیکار کرد؟ به سمت بالا آورد. خب حالا شما با توجه به اینکه سطح همتراز رو بچه تو لوله های یو شکل حل میکنید و بعد هم به حل سوالتون میپردازید. دقت کنید که حتما این مایع هاتون باید با همدیگه مخلوط نشدنی باشن. شما میتونید در واقع داخل این لوله یو شکلتون از 2 تا مایع با چگالی مختلف، 3 تا مایع، حتی 4 تا مایع اضافه کنید. مثلا شما میتونید از این سمت هم مثلا یک مایع دیگه با یک چگالی دیگه اضافه بکنید. اون موقع شما 3 تا مایع رو داخل این لوله یو شکل دارید. خب برای حل این سوالاتی که مربوط به لوله یو شکل هست که میتونه سوالاتش به صورت‌های مختلفی مطرح بشه، اولین کاری که بایستی انجام بدید اینه که بیاید سطح همفشار رو پیدا کنید. بچه منظور از سطح همفشار پایین ترین سطحی هست که اون 2 تا مایع شما از همدیگه جدا شدن. خب الان شما سمت چپ این لوله رو نگاه میکنید، 2 تا مایع دارید، یکی مایع آبی رنگ و قرمز رنگ. پایین ترین سطحتون میشه این دیگه، مرز جدایی اون 2 تا مایعتون که دیگه در واقع پایین تر از اون سطحی نمیتونید در نظر بگیرید برای این شکلتون. این میشه مرز جدایی اون در واقع 2 تا مایعتون. یه خط افقی فرضی میکشید، نقاطی رو که روی این خط افقی فرضی در نظر میگیرید به اسم نقطه A و B. الان نقطه A در واقع روی مایع آبی رنگتون هست، B هم در واقع داخل مایع آبی رنگتون هست و چون داخل یک مایع هستن میتونید بگید که از قانون هم فشاری برای سطح همتراز در یک مایع استفاده کنید و بگید که فشار در نقطه A با فشار در نقطه B با هم دیگه برابر هست. فشار در نقطه A رو چی تشکیل میده؟ این ستون مایع قرمز رنگ تشکیل میده به چگالی رو 2 و ارتفاع H2. پس بنویسیم که رو 2 GH2 به اضافه فشار هوایی که این سمت لولتون هست P0. برای نقطه B تون مایع آبی رنگ روش قرار گرفته با چگالی رو 1 ارتفاع H1، پس میشه رو 1 GH1 به اضافه دوباره چی P0. فشار در نقطه A و B با هم دیگه وقتی که مساوی قرار میدیم، P0 رو شما میتونید از معادله حذف کنید، میشه رو 1 GH1 برابر با رو GH2. جیا میتونید بچه خط بزنید، وقتی جیا خط خورد این نتیجه جالب به دست میاد که رو 1 H1 برابر با رو 2 H2. برای حالتی که شما 2 تا مایع مخلوط نشدنی رو داخل لوله یو شکلتون ریختید. حالا از این نتیجه که رو 1 H1 مساوی با رو 2 H2 هست میتونید سوالات مختلف رو مطرح بکنید. مثلا من چگالی یک مایع رو نمیدونم چقدره، مثلا چگالی مایع رو 1 رو نمیدونم چقدره، مثلا رو 2 رو میدونم چقدره، H2 تغییر ارتفاع رو میدونم چقدره، H1 هم میدونم چقدر هست. میتونید چگالی مایع مثلا رو 1 رو به دست بیارید یا چگالی مایع رو 2 یا حتی ارتفاع ها رو میتونید چیکار بکنید اگه مجهول سوالتون بود به دست بیارید که اینجا رو 1 H1 برابر با رو 2 H2 که گفته بچه این رابطه رو میتونید اینجوری هم بنویسید که H2 به H1 برابر با رو 1 به رو 2 که به نظر من همین فرم خطیش راحت تره و بهتر به حافظه سپرده میشه.